أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و خواهشمندان زبان عربی و دوستداران قرآن و سنت، الحمدلله که ما و شما از مستوای اول کورس یکم از درس های زبان عربی 20 درس گرفتیم. حالا با فضل و کرم الله تبارک و تعالی برای شما دوستان و دوستداران زبان عربی از کورس یکم درس 21 را پیشنهاد خواهیم گردانید. درس 21 الدرس الحادي والعشرون، یعنی که درس 21. الدرس الحادي والعشرون، درس 21. و پیش از اونه که موضوع این درس را بخوانیم، اولا باید بدانیم که این درس در چی باب هست، یعنی موضوع درس چی است. موضوع این درس تمام درس های گذشته تا به حال چقدر درس گذشته، یعنی 20 درس که گذشتیم، در این درس 21 تمام آن موضوع ها قطع اشاره میکند به همون موضوع خواندگیمون. بعضی مثال ها میارد، همون کلمه ها را میارد. کلمه ها همون کلمه ها هست. شاید اگه دو تا سه تا کلمه جدید بیارد ترجمه اش میکنیم، اما در اصل را باید من ترجمه نکنم، باید خونده رفتم بگیرم و شما خودتون ترجمه بکنید. اگر در نزدم میشدید پس همین طور میکردم، اما که دور هستید از این حساب مجبور هستم که هم بخونم و هم ترجمه اش بکنم، تا اینکه دیگر شما احتیاج به پرسیدن پیدا نکنید، یعنی که شما خودتون از ترجمه اهمیت بدید که ترجمه چی است. اصلا این کلمه ها را غالب شما میدونید، این کلمه هایی که حالا میخوانیم اینها رو همش در درس‌های گذشته خواندگی هستیم و فقط اعرابش باید اهمیت بدیم که در اینجا در یگان کلمه اعراب نمیماند، یعنی که حرکت، اعراب گفتن حرکت آخری کلمه، حرکت نمیماند. اون حرکت باید شما خودتون بمانید. برای درس‌های گذشته ما و شما در این باب ها قاعده ها را گفتگی هستیم، همون قاعده ها را استفاده برید. مبتدا را ببینید، اگر مبتدا باشد مرفوع کنید، خبر باشد مرفوع کنید، فاعل باشد مرفوع کنید، مفعول به باشد منصوب کنید و بدل باشد اگر نگاه کنید که مبدل من چیزی است بدل همون اعراب بتید. صفت باشد ببینید که موصوف چیزی است، صفت همون اعراب بتید، آخرش همون حرکت بتید و خلاصه همین طور کارها را بکنید. یا که ببینید صیغه منتهی الجموع است، تنوینش نتید. ببینید که الف لام دارد، تنوینش نتید. ببینید که مضاف است، تنوینش نتید. خلاصه همون درس‌های گذشته است. میگذاریم به موضوع درس. مدرستی. مدرستی یعنی که مدرسه من، مدرسه من یعنی مکتب من. او یا که در آخرش میبینید یا ضمیر متکلم هست. مدرستی یعنی که مدرسه من، مکتب من. همین جرا می شود که ما یک اعراب دیگرش بمونیم، بگیم که مدرستی یعنی که استاذه من، یعنی حرکت که ندارد ما میتونیم خودمون یک حرکت دیگرش بگذاریم، بگیم که مدرستی یعنی که استاذه من، اما در اینجا مدرستی است. در اینجا مدرستی است یعنی که مکتب، درباره مکتب صحبت می شود. ببینید چی میگه، میگه که هذه مدرستی، میگه که این مکتب من هست. هی قریبتون من المسجدی، همان مدرسه میگوید، هی ضمیر است برمیگردد به مدرسه، همون مدرسه میگه نزدیک است در مسجد. ما گفتیم در بعض جا مین به معنای در میکنیم و در اینجا مین به معنای در است. در مسجد نزدیک است یعنی قریبی مسجد هست. هی مدرسه کبیره لها 3 ابواب، همین مدرسه میگوید هی مدرسه، همین مدرسه مدرسه کلان هست. مدرسه کبیره صفت مدرسه شید، مدرسه که گفتید کبیره میگوید مدرسه کلان است. لها 3 ابواب یعنی که همین 3 در دارد. 3 برای چی آخرش در تیم مونده بود، اگر 3 بگیم چی میشه در سوی گذشته به تفصیل صحبت کرده بودیم. میگوید که لها 3 ابواب یعنی که همین مدرسه ما میگوید 3 در دارد. ابوابها مفتوحه الان
یعنی که درهای مدرسه، ابوابو درها، هایی که در آخرش میبینید ضمیر است برمیگردد به مدرسه. ابوابوها یعنی که درهای مدرسه، مفتوحتون یعنی که گشاده شده است، الان حاضر. درهای مدرسه میگه گشاده شده است حاضر. برای چی مفتوحتون گفتیم؟ مفتوحتن یا مفتوحتین نگفتیم؟ به خاطر اینکه این خبر هست. ابوابو مبتدا است، مفتوحتون خبر می باشد. در دوامش میگه که فی المدرسه فصول کثیرتون، یعنی در مدرسه صنف خانه های زیاد است، یعنی که در مکتب صنف خانه های زیاد است. فصولون کثیرتون صفت فصول هست. ما گفتیم چیزهای بیجان اگر صفت کردیم با مفرد مؤنث صفتش میکنیم. فصول این جمع غیر عاقل است، برای خاطر کثیرتون میگیم. اما فصول مبتدای مؤخر است و کثیرتون صفت فصول است. فی المدرسه جار و مجرور خبر مقدم شدگی است در اینجا. هذا فصلنا، این فصل ما هست. برای چی فصلو گفتیم؟ فصله یا فصلی نگفتیم؟ به خاطر اون که خبر هست. هذا مبتدا است و فصلو خبر هست. هذا فصلنا، این صنف ما هست. و هو فصل واسع، و هو فصل واسع، میگه اون فصل واسع هست، یعنی که فصل پهن و کشاد است، واسع هست. فصلی یعنی صنفی کلان هست. ببینید فصلون موصوف است و واسعون صفت است. در اولش ببینید فصول کی بود، برام خاطر کثیرتون گفتیم، آخرش ته تانیث بوده. فصلون که یک فصل است، برام خاطر با مفرد مذکرش میره. مذکر که است مفرد مذکرش میره. واسعون میگیم، نمیگیم که واسعتون. اگر بگیم که فصولون، بعد در این صورت صفتش کی کرده میگیم که واسعتون تقتی میکنیم. برای مفرد مؤنث قطعی جمع غیر عاقل صفت میکنیم. و هو فصل واسع، و او میگه فصلی یعنی صنفی پهن و کلان هست. فیه نافذتان کبیرتان، در اون میگوید یعنی در همون صنف، در همون صنف خانه، نافذتان کبیرتان دو تریزه کلان هست. نافذتان دو تریزه. ببینید نافذتون یک تریزه، در آخرش الف و نون همراه کردیم دو میشود. نافذتون دو تریزه. کثیرتون یک کلان، اگر که دو تا گفتنی باشه میگیم کثیرتان یعنی دو کلان. فیه نافذتان کبیرتان، و در اون میگه دو تریزه کلان هست. کبیرتان یعنی که کلان، دو کلان. نافذتان موصوف است و کبیرتان صفت هست. و فیه مکاتب و کراسی، و فیه مکاتب و کراسی، در اون مکتب یعنی در همون صنف میگه فیه، در همون صنف مکاتب یعنی میزها است و کراسی و استالها است. آیا جایز است بگم که فیه مکاتبون و کراسیون؟ جایز است؟ نه. برای چی؟ به خاطر اینکه هر دو صیغه منتهی الجموع هستند و اینها تنوین قبول نمیکنند. تنوین دادنش جایز نیست. میگوید و فیه صبورتون کبیرتون، و در همون صنف میگوید داسکه‌ای یعنی که تخته می نویسندگی که می نویسد استادها برای شاگردان را تعلیم دادن، امر صبوره میگن، یعنی داسکه کبیرتون کلان هست. و فیه صبورتون کبیرتون، یعنی که در آن داسکه کلان است. برای چی کبیرتون گفتیم؟ به خاطر اینکه صفتی صبورتون هست. صبورتون که تن مرفوع است، کبیرتون رو همچنین مرفوع میکنیم. و صبورتون مبتدای مؤخر است و فیه که پیش از صبورتون است این خبر مقدم هست. هذا مکتب المدرس و ذاک کرسیه، این میگوید میز مدرس است و آن کرسیش است. و ذاک آن. و هذا مکتب المدرس، این مکتب مدرس است. و ذاک کرسیه، و آن کرسی مدرس است. ببینید اینجا گفتیم هذا مکتب المدرسی. برای چی مدرسی گفتیم؟ مدرسش نگفتیم، مدرسو نگفتیم؟ به خاطر اینکه این مضاف الیه هست. هذا مبتدا است و مکتبو خبر هست. مکتبو مضاف است و المدرسی مضاف الیه هست. همچنین مکتبون گفتن جایز نیست، برای اینکه مضاف است. ما شما در درس گذشته گفته بودیم که مضاف تنوین قبول نمیکند. و ذاک کرسیه، و آن کرسیش است. و آن کرسی مدرس است یعنی. و ذاک و آن مبتدا است و کرسیو. برای چه کرسیو گفتیم؟ به خاطر اینکه خبر است. خبر باید مرفوع باشد. کرسیه یعنی که کرسی یعنی که استالی مدرس است. و تلک مکاتب الطلاب و کراسیهم، و تلک و آن مکتبی یعنی که میزهای طلبه ها است و استالهایشان.
و کراسیو یعنی استالها هم آنها و کراسیهم یعنی که استالهای آنها. ببینید و تلک مکاتبو، برای چی مکاتبو گفتیم؟ به خاطر اینکه خبر هست و تلک مبتدا هست و مکاتبو خبر هست. و مکاتبو طلابی، طلابی برای چی مجرور است؟ به خاطر اینکه مضاف الیه هست. و کراسیهم، و کراسیو برای چی مرفوع است؟ به خاطر اینکه بدل عطف به جای مکاتب هست. عطف واو عاطفه است. کراسیو معطوف بر مکاتب است. مکاتبو که گفتیم کراسیو میگیم. کراسیو هم، کراسی با مضاف میشود، هم مضاف الیه. مکتب المدرس کبیر و مکاتب الطلاب صغیرة. مکتب المدرسی کبیر یعنی که میزی مدرس، میزی استاد میگه کلان هست. و مکاتب الطلاب صغیرة و میزهای شاگردها خرد هستند. میزهای شاگردها خرد هستند. ببینید مکتب مبتدا است، المدرسی مضاف الیه هست، با مکتب مضاف است، مدرسی مضاف الیه. کبیرون خبر هست. مکتب را که مبتدا گفتیم مبتدا به خبر نمی شود، پس کبیرون خبر شد. و مکاتبو، ببینید در اینجا مکتبو اسم هست، علامت تانیث ندارد، برای همین خاطر خبر مذکر آوردیم، گفتیم کبیرون. درس گذشته را به یادتون بیارید، کبیرون گفتیم. اما مکاتب، ببین جمع غیر عاقل که آوردیم، مکاتب الطلابی گفتیم مضاف الیه شد. و در اینجا خبر این مکاتب مبتدا شد، الطلابی مضاف الیه شد. صغیرتون خبری مکاتب شد. برای چی اینجا صغیرتون آخرش ت گرفت؟ به خاطر اینکه مبتدای ما جمع غیر عاقل است. جمع غیر عاقل اگر صفت کردیم به مفرد مؤنث صفت میکنیم، یا مبتدای ما اگر جمع غیر عاقل باشد خبر ما مفرد مؤنث میکنیم، با مفرد مؤنث خبر میدیم. مکاتب جمع غیر عاقل است، برای همین خاطر خبرش صغیرتون هست، مؤنث است. در دوامش میگه که فی فصلنا 10 طلاب، در صنف ما 10 شاگرد است. برای چه 10 ت تانیث دارد آخرش رو، طلاب این مذکر هست کو، برای چی؟ سببش در چی است؟ درس گذشته رو بایدتون بیارید که ما گفتیم از 3 تا 10 خلاف قاعده میاد. اگر که معدود مذکر باشد عدد مؤنث میاد، اگر معدود مؤنث باشد عدد مذکر میآید. 10 عدد هست، مؤنث است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معدود، طلاب معدود است، مؤنث است. برای همین فی فصلنا 10 طلاب، میگه در صنف ما 10 شاگرد است. و هم من بلاد مختلفتین، و هم من بلاد مختلفتین، و اونها میگوید از شهرهای گوناگون هستند. برای چی من بلادین گفتیم؟ به خاطر اینکه اسم مجرور هست و مضاف الیه نیست و الف لام که ندارد، برای همین خاطر بلادین میگیم، تنوینش میدیم. اگر مضاف میشید که تنوینش نمیدادیم، یا الف لام میداد تنوینش نمیدادیم، یا غیر منصرف میشید تنوینش نمیدادیم. اما این چیزها که نیستای، این سه صفت رو ندارد، برای خاطر من بلادین میگیم. مختلفتین، برای چی مختلفتین میگیم؟ به خاطر اینکه صفت است. بلاد جمع غیر عاقل است، موصوف است، و مختلفتین صفت بلاد است، و گفتیم جمع غیر عاقل اگر ما صفت کردیم با مفرد مؤنث صفتش میکنیم. هذا محمد و هو من اليابانی، هذا محمد و هو من اليابانی، میگه که این محمد است و اون از ژاپنی است. این محمد است و او یعنی که همون محمد من الیابانی از ژاپنی است. و هذا خالد و هو من الصین، و این میگه خالد است و اون از صین هست. و هذا احمد و هو من الهندی، و این احمد است و اون از هند است. احمد را جایز نیست ما تنوینش بتیم. برای چی؟ به خاطر اینکه ممنوع من الصرف است. برای خاطر میگیم که و هذا احمد، نمیگیم احمدون. و هذا احمد و هو من الهندی، و این احمد است میگه از هند است و اون از هند است. و هذا ابراهیم و هو من غانا، و این میگه ابراهیم هست و اون از غینیه است. غانا یعنی غینیه که از دولت‌های افریقا است، و اون میگه از غینیه است. ببین و هذا ابراهیم، ابراهیم رو همچنین تنوین دادن جایز نیست. ابراهیم غیر منصرف است. در یادتون باشه گفته بودیم برای چی غیر منصرف است؟ به خاطر اینکه علم هست و علم عجمی است، عربی نیست، برای خاطر تنوین قبول نمیکند. میگه که و هذا اسماعیل و هو من نیجیریا، من نیجیریا،
و این میگه اسماعیل است و او از نیجریه است. نیجریه یک از دولت‌های افریقایی است. و هذا اسماعیل و این اسماعیل است. همچنین اسماعیلون گفتن جایز نیست، تنوین نمیتیم. برای چی؟ به خاطر اینکه علمی عجم هست، یعنی که علم هست، نام هست و عجم هست که برای غیر عربی است، عربی نیست. و هو من نیجریه و اون گفت از نیجریه است. و هذا یوسف و هو من انگلترا و این یوسف است میگه و او از انگلترا هست. ببینید و هو یوسفو، یوسفون گفتن جایز نیست. برای چی؟ به خاطر آنه که علم هست و علمی غیر عربی هست، علمی عجمی هست، برای خودی تنوین قبول نمیکنند. و هذا یوسف و هو من انگلترا و این یوسف است میگه و اون از انگلترا هست. و هذا بیرم و هو من ترکیه و این میگه بیرم هست، بیرم نومی بودم، بیرم است میگه و او از ترکیه است. ببین بیرمو تنوین قبول نمیکنه. برای چی؟ به خاطر اینکه اسم عربی نیست، یعنی علم عربی نیست، علمی غیر عربی است، برای خودی تنوین قبول نمیکنه. و هذا بیرمو میگوی، بیرمون گفتی خطا است. اگر هم کس بخواند بیرمون شما بگید که خطا کرده. بگه برای چی؟ بگید به خاطر اینکه بیرم علمی عربی نیست. علم یعنی که اسم، نام عربی نیست، برای همون خاطر جایز نیست تو بگویی که بیرمون. و هذا بیرم و هو من ترکیه و این بیرم است میگد و اون از ترکیه است. و هذا عمار تنوینش میتیم. و هذا عمار و هو من مالزیا و این عمار هست میگد و اون از مالزی است. عمار از مالزیا بوده است. و هذا علی و هو من امریکا، علی تنوینش میتیم، تنوین قبول میکند. و هذا علی و هو من امریکا و این علی هست و اون از امریکا می باشد، یعنی که علی از امریکا بوده است. و هذا ابو بکر و هو من الیونانی و اون میگه و این میگه ابو بکر است، نامش ابو بکر بوده است. و هو یعنی که همین ابو بکر من الیونانی از یابانیا بوده است و ابو بکر از یابانیا بوده است. پس اعراب همه اینا یک است. و هذا مبتدا است، اون خالدون بود نامو بود، اونها خبر میشون همشون. و اینجا در که ببین در آخر گفتیم هذا مبتدا است، ابو خبر هست، مرفوع است، علامت رفعش واو میگیم. و ابو مضاف است و بکرین مضاف الیه هست. در اعراب همین طور اعرابش میگیم. بعد و هو میگفتیم من الیابان و من الامریکا، هر چیزی که میگفتیم و هو مبتدا میشود همش ده، این بالا تا پایین چند قدری که هو گفتیم همشون مبتدا شد و من الیابان یا که من الصین یا که من هر دولتی را که گفت، من از مثلا کدام دولتی گفت، من الیابان جار و مجرور میگه متعلق به کوینون خبر شده است همشون. یعنی که اعراب اینا آسان است، اگر درس گذشته خوب فهمیدگی باشین این اعرابش خوب میفهمید. در دومش میگه که هم من بلاد مختلفتین، آنها از شهرهای گوناگون هستند. هم من بلاد مختلفتین، برای چی مختلفتین؟ آخرش تانیث دارد یا آخرش کسره دارد؟ جوابش بگویید. و آنها میگه از شهرهای گوناگون هست. و لغاتهم مختلفتون و الوانهم مختلفتون، میگه زبانهایشان گوناگون هست و رنگهایشان گوناگون هست. لغاتهم یعنی زبانهایشان، لغتهایشان یعنی زبانشان، یعنی گپ زدنشان، مختلفتون گوناگون هست، هر خیله است. و الوانهم یعنی که رنگهایشان، رنگشان، مختلفتون یعنی گوناگون هست. ببین در یکم گفتیم هم من بلاد مختلفتین، مختلفتین آخرش کسره دادیم. برای چی؟ به خاطر اینکه صفت بلاد بود، بلاد که جمعی غیر عاقل است، صفت ما گفتیم به مفرد مؤنث میاریم. لیکن و لغاتهم مختلفتون، برای چی مختلفتون گفتیم؟ به خاطر اینکه خبر هست و لغاتو مبتدا است، با لغات مضاف است و هم مضاف الیه هست، مختلفتون خبر شدگی هست. فهمو؟ مختلفتون خبر، یعنی که مختلفان در جای دیگه نگید که خبر است یا نگوید که صفت است. نگاه کنید موقعش، نگاه کنید یعنی چی در تغییر میگیرد. شاید در بعض جا فاعل شود، در بعض جا مفعول به شود، در بعض جا شاید مضاف شود، در بعض جا مضاف الیه شود، در بعض جا صفت می شود، در بعض جا موصوف می شود، یعنی که حالتش گوناگون هست. و لغاتهم یعنی زبان آنها مختلفتون گوناگون هست، مبتدا و خبر شد. و الوانهم رنگهایشان با مبتدا شد، مختلفتون خبر است یعنی که گوناگون است. مختلفتون نترسیده تنوینش بدید. ولکن دینهم واحدون، ولکن میگه دینشون یک تاست. ولکن حرف الاستدراک میگن این را لا محل است در اعراب. دینو مبتدا میشود، دین مضاف است و هم مضاف الیه، واحدون خبر شد. دین مبتدا است و واحدون خبر.
برای خود دینو میگوی، دیننه، دینینه، دینوهم. واحدون میگوی، برای خبر هست، واحدن یا واحدین نه، واحدون. ولکن دینهم واحدون، ولکن دینشون میگه یک توست، دینشون یک توست. و ربهم واحدون، و پروردگارشون یک توست. پروردگار یعنی که معبودشون یک کس رو میپرستند. و ربهم واحد یعنی پروردگارشون یک توست. واحدون خبر شد. و نبیهم واحدون، و پیامبرشون یک توست. و نبی یو میگیم برای چی؟ مبتدا است. سببش هم که مبتدا رو ما مرفوع میکنیم. و نبیهم مبتدا، واحدون خبر، و پیامبرشون میگه یک توست. و قبلتهم واحدتون، و قبلتهم واحدتون، و قبلهشون یک توست، یعنی که یک طرف نماز میخونن. و قبلتو مبتدا است، واحدتون خبر هست، برای خاطر قبلتو میگیم. قبلتا، قبلتینه. و قبلتهم واحدتون میگیم برای اینکه خبر هست. هم مسلمون، ویها مسلمان ها هستند. و المسلمون اخوتون، و مسلمان ها برادر هستند. اخوتون گفتیم جمعی اخ هست، اخون یک برادر، اخوتون برادرها. و المسلمون اخوتون، و مسلمان ها برادر هستند. هذا مدرسنا، میگه که این استاد ما هست. هذا این، مدرسنا یعنی استاد ما است. نا ضمیر است. ضمیری چی است؟ ضمیر متکلم. ضمیری متکلم صیغه جمعش، یعنی که ما بسیاری باشه مدرسنا میگیم. اگر یک کس باشه مدرسی میگیم، یعنی استاد من. مدرسنا یعنی استاد ما. اسمه الشیخ بلال، نامش میگه شیخ بلال هست، یعنی که نام همون استاد شیخ بلال است. و هو من المدینه، و اون از شهر مدینه است، از شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. و اون از مدینه است و از شهر پیامبر هست. و هو رجل صالح، میگوید که اون مرد صالح است. و هو رجل، اون مردی صالحون صالح است. ببینید رجلون خبر شد، صالحون صفت رجل شد. نحن نحبه کثیرا، ما میگه دوست میداریم او را بسیار. نحن نحبه کثیرا، ما دوست میداریم او را. نحبو دوست میداریم ما. هو وی را ضمیر است برمیگردد به مدرس. ما دوست میداریم مدرس را میگه کثیرا، خیلی زیاد، خیلی بسیار. پس این بود درسی، یعنی گفتگوی این درس. میگذاریم بعد تمارین. تمارین یعنی جمعی تمرین ها. میگیم تمارینو، جایز نیست که بگیم تمارینون. برای چی؟ برای صیغه منتهی الجموع است. صیغه منتهی الجموع دو وزن دارد، تمارینو و یا کرا یا مکاتبو، یعنی که در بعد الف دو حرف بیاد یا سه حرف بیاید. پیش الف دو حرف باشد، بعدش دو حرف یا سه حرف بیاد، صیغه منتهی الجموع می شود. تنوین قبول نمی کند. برای خود تمارینو میگیم. ببینید بعد الف سه حرف است، ر است، حرف را و الف است، یا است و نون هست. و با همچنین شرط چمینه که سه حرفی که بعد الف میاد باید حرف بین بودگیش باید ساکن داشته باشد. تماری ببین یا ساکن دارد. در یادتون این قاعده را داشته باشید. خب تمرین رقم 1 میگه اجب عن الاسئله الاتیه تی، یعنی که جواب بگو از سوال های می اومدگی. برای چه الاتیه تی گفتیم؟ به خاطر اینکه صفت اسئله است. اسئله تی گفتیم، آتیه تی میگیم. اگر که بگه که اجب اسئلته الاتیه تا میگیم، برای صفت موصوف پیروی میکنه در اعراب. اعراب یعنی آخری کلمه را چه حرکت دادن. رقم 1 این هذه المدرسه، در کجاست این مدرسه؟ اما قصه که در بالا خوندیم همون را بخونید، جوابش بگویید، یعنی که جوابش دیگه تکرار نمیکنیم، فقط ترجمهش میکنیم خلاص. این هذه المدرسه، در کجاست این مکتب؟ رقم 2 رو ببینید. کم بابا لها، چند دارد، چند در دارد. کم چند تا، بابا در، لها یعنی دارد همون مدرسه، همون مکتب. لها دارد همون مکتب. کم بابا لها یعنی چند در دارد همون مکتب. چند تا خونده بودیم می نویسیدش. رقم 3 ام مغلقتون ابوابوها
الان ام مفتوحتون، یعنی که آیا محکم است درهایش حاضر یا که گشوده است. ا مغلقتون ابوابها الان ام مفتوحتون، یعنی که آیا محکم است درهایش، ابوابها درهای همون مدرسه، درهای مکتب. الان حاضر، ام مفتوحتون یا میگه ام به معنای یا است، یا میگه مفتوحتون یا گشوده است. رقم 4 کم نافذة فی هذا الفصل، چند تریزه است در این صنف، یعنی که این صنف چند تریزه دارد. کم نافذة فی هذا الفصل یعنی چند تریزه دارد این صنف. در بالا خوانده بودیم که چند تریزه دارد، بنویسیدش. رقم 5 کم طالبا فی هذا الفصل، یعنی چند طلبه است در این صنف، چند طلبه است در این صنف، پس چند تا یکی بود بنویسیدش. رقم 6 اکلهم من بلد واحد، آیا همه آنها از یک شهر هستند. اکلهم یعنی که آیا همه آنها من بلد از شهر واحد یک، من بلد واحد یعنی که از یک شهر هستند. رقم 7 من این ابو بکر، من این ابو بکرین مضاف الیه هست. من این ابو بکرین یعنی که ابو بکر از کجا است. رقم 8 من این احمدو، تامینش نمیتیم برای تامین قبول نمیکند. من این احمدو یعنی که احمد از کجا است، پس از کجایی که بود خوانده بودیم امورا بنویسید شما خودتون. رقم 9 من این یوسفو، تامین قبول نمیکند. من این یوسفو یعنی یوسف از کجا است. رقم 15 من این محمدون، تامین قبول میکند، تامینش میتیم. من این محمدون یعنی محمد از کجا است. و رقم 11 اینجا رقم 15 کردگی است، در اینجا خطا کرده، باید رقم 10 میکرد، رقم 15 کردگی است. رقم 11 من مدرسهم یعنی استاد آنها کیست. مدرسهم یعنی مدرس آنها کیست، استاد آنها کیست. رقم 12 من این هو یعنی که از کجاست وی. من این هو از کجاست وی. پس این بود تمرینی رقمی 1. این را بالا را اول خوب کرده میخونید، خوب فهمیدید، بعد این را میخونید جواب میدید. برای خاطر اول بالا را خوب کرده بخونید، درست بخونید، پس این آسان میشه جواب دادن. تمرین رقمی 1. بگذاریم بعد تمرین رقمی 2. میگه ضع هذه العلامه صح. اینجا ده باید گلاچکه میمون، یعنی که چی میگم پتیچکه میمون، باید صحش کرده میشه، مشکل نداره. امام الجمل الصحيحة و هذه العلامه، اینی که اکس کرده گست یعنی خطا، یعنی خطا باشد این را بمون، اگر که درست باشد اگر گلچکه بمون، یعنی که پتیچکه بمون. امام الجمل التي ليست صحيحة، میگوید که دع یعنی بگذار، بنویس تو، فعل امر است، فاعلش انت. اگر زن باشه میگیم دعی یعنی بگذار تو زن، بنویس تو زن. هذه العلامه این علامت را صح یعنی که درست. اینجا اصلا باید پتیچکه بموند، یعنی که علامت پتیچکه صحیح را بمون. چه اگر صحیح گفتن باشه یک گلچکه میمونم، گلچکه را بمون میگم. امام الجمل الصحيحة، امام یعنی در پیشی، در نزدی، جمل صحیحتی جمله های درست. برای چی جملی گفتیم؟ به خاطر اینکه مضاف الیه هست. امام ظرف است، الجمل مضاف الیه هست. برای چی از صحیحتی گفتیم؟ به خاطر اینکه صفت جمل هست، صفت جمل هست. و هذه العلامه، و این علامت را یعنی بگذار تو این علامت را، یعنی علامت خطا را اکس بمون. امام الجمل التي ليست صحيحة، در نزد جمله هایی که نیست همون جمله ها درست، همون جمله ها خطا باشد اگر علامتی خطا بمون، درست باشه میگه علامتی درست بمون. پس میخونیم ببینید که خطا است یا درست است. و این را از کجا میدونیم خطا است یا درست است؟ از قصه بالا، در بالا که خوندیم، موضوع را که خونده بودیم پیش از تمرین خوندیم که همون را درست بخونید، در اینجا میدونید که کدامش خطا است و کدامش درست است، صحیح است. او را اگر خوب فهمیدید،
اما اگر رو نفهمیده باشه دیگه در اینجا نمیدونید چی کار بکنید. برای هم خاطر میخوانیم چه پس بالا را بخونید، شما خودتون علامت را بگذارید. علامت من نمیگذارم اینجا. رقم 1 مدرستی قریبة من المطاری، میگه مدرسه من نزدیک است در ایرپورت. مین گفتیم در بعضی جا به معنای فی میآید، در اینجا به معنای فی است. مدرسه من میگه یعنی مکتب من میگه نزدیک است در ایرپورت، یعنی که نزدیکی ایرپورت ده است، نزدیکی فرودگاه ده است. درست است یا نه؟ قصه بالا را بخونید و گالشکش بمونید. اگر که درست باشد، اگر خطا باشد اکس بمونید که خطا است. رقم 2 لها ثلاثه ابواب، یعنی همون مدرسه ما میگه، مکتب ما میگه 3 در دارد. ثلاثه ابواب، 3 در دارد. آیا درست میگه یا خطا؟ علامت شما خودتون بعدش بمونید. رقم 3 ابوابها مغلقه الان، یعنی که درهای مدرسه ما، درهای مکتبی ما میگه مغلقه، محکم است، بستگی است، قلف است، الان حاضر، یعنی که میگه درهاش محکم است، حاضر، قلف است، حاضر. رقم 4 مکاتب الطلاب کبیره، یعنی که میز طلبه ها کلان هست، میز طلبه ها کلان هست. آیا درست است یا خطا؟ در اونجا علامت شما خودتون بمانید. رقم 5 مکتب المدرسی کبیرون، یعنی میزی استاد کلان هست. مکتب المدرسی یعنی میز مدرس کبیرون کلان هست. آیا درست میگه یا خطا؟ علامت شما خودتون بمانید. رقم 6 فی فصلنا 10 طلاب، میگه در صنف ما 10 شاگرد هست. فی فصلنا در صنف ما 10 طلاب، 10 طالب است. پس راست میگه یا صحیح میگه یا خطا؟ در اینجا علامت شما خودتون بعدش بمونید. رقم 7 عمار من الیونانی، عمار از یپانی است. آیا راست میگه؟ یعنی درست است؟ بمونید علامتش را. رقم 8 بیرمو من ترکیه، بیرم از ترکیه است. راست میگوید؟ یعنی صحیح است یا خطا؟ صحیح است که بدیم در قصه بالا، یعنی که بیرم از ترکیه بود. پس علامتی گالشکه صحیح را بمونید. رقم 9 یوسف من مالزیا، یوسف ای مالزیا است. یوسف از مالزیا است. درست میگوید؟ اگر درست باشد علامت چه بمونید. رقم 10 مدرسونا من المدینه، اینجا مدرسونا میگیم، برای آدم گفته سای. اگر بگیم مدرسونا منطوری نمیگیرد، برای خود مدرسونا میگیم، یعنی استاد ما من المدینه از شهر مدینه است، از شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم است. استادش رو میگه که از شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. میگه مدرسونا یعنی استاد ما. نو ضمیر جمع متکلم هست، ضمیرها را در یادتون همه وقت بیارید. ضمیر جمع متکلم هست، مذکر مؤنث فرق نمیکند. من المدینه از مدینه است. مدینه یعنی که مدینه منوره یا مدینه نبوی، مدینه پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس این بود تمرین رقمی 2. میگذاریم بعد تمرین رقمی 3. در تمرین رقمی 3 میگه که اذکر البلاد الوارده فی الدرس من آسیا و افریقیا و اروپا، یعنی میگه ذکر کن شهرهای ذکر شده را. وارده یعنی که ذکر شده یا که آوردگیم. در بالا چند شهر آوردیم کو، مثلا کی از کدام شهر است، از کدام دولت است، همون دولت ها را میگه بگو فی درسی، در بالا در درس ذکر کرده بودیم. کدامی دولت ها از در آسیا، در قاره آسیایی قرار میگیرد، یا افریقیا، یا در قاره افریقا است، یا که اروپا، یا در اروپا است، در کدامش است، همین دولت ها را بگو. مثلا میگه مثلا ترکیه در کجا است، آسیا است یا افریقا است، اروپا است. مثلا امریکا است کجا است، در کدام قاره ها راست میاد، اون را بیان که میگه. اینجا درباره اعرابش کم تر معلوماتتون بدیم. اذکر البلاده، برای چی بلاده گفتیم؟ به خاطر اینکه مفعول به است. اذکر فعل امر است، فاعلش انت است. البلاده مفعول به است. الواردته، برای چی واردته گفتیم؟ به خاطر اینکه صفت بلاد هست. صفت بلاد هست. بلاد جمع غیر عاقل است، برای خاطر واردته را مفرد مؤنث آوردیم. اهمیت بدید، این بسیار مهم است. برای خاطر مفرد مؤنث آوردیم. فی درسی جار و مجرور متعلق به وارده می شود یا متعلق به اذکر می شود.
یا بله و واریده می شود. من آسیا و افریقیا و اروپا، اینا چم جار و مجرور. خب خلاص بعد در پایانش میاره میگه البلاد التي فی آسیا، شهرهایی که در آسیا هستند. کدام شهرها بود اونها را بنویسید. کسی که معلومات کامل درباره خریطه دارد، درباره جغرافیا معلومات که داره، پس بنویسید کدامش از در آسیا بود. اما شهرهایی که در بالا خوانده بودیم، هر کسی گفتیم که از سین است و از ژاپن است و از ترکیه است و از هر شهرهایی که گفتیم، اما را بنویسید که از کدام امونا از در آسیا می شود. البلاد التي فی افریقیا، همزه در پایانش باید در بالاش باشد. افریقیا یا افریقیا هم میگن عربو، خیلی افریقیاش هم میگن، میشود افریقیا. پس میگه شهرهایی که در افریقا هستند، در افریقا هستند. شهرهای افریقا رو میگه ذکر کن. کدامش که دانستید بنویسید. اینها نوشتنش مهم نیست، فقط دانستنتون مهم است. یعنی که ترجمهش کردید خلاص. البلاد التي فی اروپا، یعنی شهرهایی که در اروپا هستند. کدام شهرهایی که ذکر کردیم در بالا در اروپا هستند، اونها رو هم همچنین میگه بنویس کدامش در اروپا است. خب آخر این درس الکلمات الجدیده، یعنی که کلمه های نو. الکلمات الجدیده یعنی که کلمه های نو. در کلمه های نو میگه که مکتب میز، جمعش مکاتب، تنوینش نمیتیم برای صیغه منتهی الجموع است. مکاتب یعنی مکتب ها، میز ها. ببین مکتب میز، یک میز. مکاتب میز ها. الکرسی، کرسی استال، اینا را اصلا خوندگی بدیم. کرسی استال، کراسی استال ها. کراسی همچنین کراسی یون گفتن جایز نیست، برای صیغه منتهی الجموع است. اللون، این را یکم بار میخونیم. لون یعنی رنگ. الوانون رنگ ها. اللون یک بگیم رنگ، جمعش میشود که الوانون یعنی رنگ ها. القبلتو، قبله، همون طرفی که ما شما نماز میخونیم، همون طرف قبله مسلمان ها. ذاک آن، یا ذالک هم آن. ذاک ذالک یعنی که آن. ولکن یعنی که ولی، با توجه که ولی یا که ولیکن نمیگیم. مثلا میگه که محمد رفت ولیکن احمد نرفت، یا میگه که محمد رفت ولی احمد نرفت. ولیکن هر دوش در ترجمه می شود. ولیکن هم بگید در ترجمه می شود، ولی هم بگید می شود، اما در عربی ولکن می شود. ولکن. پس این بود درسی 21 ما و شما از کورسی یکم، و در اینجا این درس را به پایان می رسانم تا درسی آینده. الله حافظ و مددگارتان. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.